بنگلادش، پایتختش دکا. بنگلادش یکی از کشورهای آسیای جنوبی به حساب رفته سال 1971 استقلالیت خیش را از پاکستان به دست آورده است. با دو کشور مرز زمینی دارد، با میانمار و هندوستان. 710 کیلومتر خط ساحلی دارد. اهالیش زیاده از 160 میلیون، مساحتش 148 هزار کیلومتر. دارای 9 ولایت است. بنگلادش با چین، هند، سنگاپور، اندونزیا، آلمان، امریکا، فرانسه و بریتانیا روابط خوب تجارتی دارد.